سلام، در این ویدیو شما را با 5 شاعر نامدار افغانی آشنا می سازیم. با تاپ 5 دری همراه باشید. امیر خسروی دهلوی. ابوالحسن امیر خسروی دهلوی شاعر و عارف نامدار افغانی در سال 632 خورشیدی برابر با 651 قمری در پیتالی هند زاده شد. او از خود آثارهای زیادی را به جا گذاشته است که مهمترین آنها نهایت الکمال، آینه سکندری، 8 بهشت، شیرین و خسرو، لیلی و مجنون می باشد. بیدل. ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق یکی از شاعران بزرگ افغانی است که در سال 1054 هجری قمری به دنیا آمد و از آثارهای مهم او میتوان عرفان، طلسم حیرت، طور معرفت نام برد. بیدل به روز پنجشنبه 4 صفر 1133 هجری قمری در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانه‌اش در جایی که خودش تعیین کرده بود دفن گردید. ابو علی سینای بلخی. ابو علی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابو علی سینا، دکتر، شاعر و از مشهورترین فیلسوفان و دانشمندان افغانستان است. و 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته است که شمار زیادی از آنها در مورد طبابت و فلسفه است. ناصر خسرو. ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصر خسرو، از شاعران بزرگ، فیلسوف، حکیم و جهانگرد افغانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود. ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزو 3 شاعری است که کل قرآن شریف را از بر داشته است. وی در آثار خویش از آیات قرآن شریف برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده است. مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا از مشهورترین شاعران افغانستان است. او در 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. مولانا آثارهای زیادی را از خود به جا گذاشته است که از مشهورترین آثارهای او میتوان مثنوی معنوی، غزلیات شمس، رباعیات و مکاتب نام برد و بالاخره در غروب خورشید روز یکشنبه 5 جمادی الاخر سال 672 هجری قمری به دیار باقی شتافت.